این جنازه تورن حاجی اکبر قماندان گارنیزون شهر جلال آباد است که با سربازش محمد عمر پس از توقف دادن انتحار کننده در ساحه بیسود برای نجات جان دیگران خود را فدا کردند. جنازه تورن حاجی اکبر امروز سه‌شنبه 16 اسد در شهر شبرغان طی یک مراسم خاص ادا و به حظیره آبایش به خاک سپرده شد. و حکومت افغانستان و به خاطر فداکاری ازی میباید که در قطار نیروهای امنیتی ما، در قطار نیروهای اردوی ملی ما، قوای مسلح افغانستان چنین جوانان وطن دوست و خداپرست وجود دارد که همیشه با قربان کردن جان خود هم آماده است. در عین حال یک تن از همسنگران حاجی اکبر میگوید که او یک شخصیت دلاور و پر افتخار در لوای 4 قل اردوی 201 سیلاب بود. بالاخره در پل بیسود خبر میرسه که انتحاری آمده، میخواد که در بین مردم انتحار بکنه، مردم از بین ببره، یا عاجل دست به کار بشه، خود در ساحه میرسانه، دشمن از بین مردم دست در پشت سرش میگیره، از ساحه میکشه در یک جای کسی که در اوجه نیست میگیره، میره زنده میگیریم تا بتانیم از این تحقیقات صورت بگیره که از کجا میاد، این باید چی میکنه، در کجا میره. سربازان زیادی در کشور هستند که همیشه به خاطر حفاظت مردم سینه های خود را مقابل حراس افکنان سپر کردند.